سلام به همه فوتبال دوستان عزیز. امروز اومدم با تحلیل مسابقه سوپرجام ایران تراکتور استقلال. تراکتور گرمزهای پرشور تبریز و استقلال پر افتخارترین تیم ایران، بازی که میتونه تاریخ ساز بشه. بیاد با هم پیش بینی کنیم چه اتفاقای قرار تو این بازی بیفته، کی قهرمان سوپرجام ایران میشه. قول میدم آخر این ویدیو یه سورپرایز براتون دارم. وضعیت فعلی دو تیم اینطوریه که استقلال تو 5 بازی اخیرش مقابل پیکان و ملوان و نفت آبادان به برد رسیده و یک باخت و تساوی در بازی‌های آسیایی لیگ نخبگان مقابل النصر رونالدو داره. تراکتور اما تو 5 بازی اخیرش توی لیگ مقابل شمس‌آزار و استقلال و فولاد تو اون بازی هیجانی تونست پیروز بشه و تساوی مقابل چادر ملا و نساجی تو 5 بازی اخیرش واسه تراکتور اتفاق افتاده. یک قهرمانی در سوپرجام استقلال دیده میشه، ولی تراکتور قهرمانی در سوپرجام نداره. اونا میتونن امسال با قهرمانی در سوپرجام تابلو افتخاراتشون رو تکمیل کنن. استقلال این فصل طوری دفاع کرده که انگار دروازه‌شو با دیوار چین بسته، ولی تراکتور هم نشون داده که میتونه هر دیواری رو خراب کنه. پس بریم سراغ ترکیب احتمالی و غایبان مهم دو تیم. ترکیب احتمالی استقلال واسه این بازی به شرح زیره: آنتونی آدان دروازه‌بان سابق لیسبون، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید، احتمالاً تو این بازی در اون دروازه وایمیسته. عارف آقاسی و آرمین سهرابیان دو زوج خط دفاعی تیم استقلال و صالح هردانی و حسین گودرزی در کناره ها. اگه رامین رضاییان جلو بازی کنه، صالح هردانی در سمت راست به عنوان دفاع بازی خواهد کرد. روزبه چشمی و خریدهای تازه استقلال در خط هافبک، شایدم دیدین دونگ و بازیکنهای دیگه ای رو تو این سمت توی خط هافبک استفاده کنه. امین محمد رزاقی‌نیا یک جوان پر از شور و حال میتونه تو این بازی بهش بازی برسه. از سمت ساپینتو رامین رضاییان گفتم اگه البته صالح هردانی در دفاع راست بازی کنه، او به عنوان وینگر راست بازی خواهد کرد. علیرضا کوشکی و سحرخیزان یا آزادی. از بین این دو تا بازیکن یک بازیکن احتمالی مهاجم استقلال خواهد شد. شما بگین کدوم؟ نام چند بازیکن ترکیب احتمالی رو بگم برم سراغ چند تا بازیکن کلیدی و تاثیرگذار دو تیم که امسال هم تو نقل و انتقالات یه بازیکنایی از استقلال به تراکتور اومدن، یه بازیکنای از تراکتور به استقلال رفتن و این میتونه معادله رو به هم بریزه. ترکیب احتمالی تراکتور به این صورتی که در صورت نبود بیرانوند به خاطر محرومیت و پورحمیدی به خاطر پیوستن به خیبر، ادیب زارعی در اون دروازه وای میسته. در خط دفاعی، وسط خط دفاعی، دو زوج خط دفاعی این تیم رو سدلار و شجاع خلیزاده تشکیل میده. در سمت راست دانیال اسماعیلی و در سمت چپ محمد نادری همیشه بازیکنان مهم، تاثیرگذار و کلیدی تراکتور بودن، چون تراکتوری ها از کنارها به خوبی میدونن چطور استفاده کنن. در خط هافبک اودیل جان خامروبکوف، اگه آلوز که امروز کارتش واسه تراکتور صادر شده برگرده، میتونه تو خط هافبک هم بازی کنه. یا شایدم تیبور هلیلوویچ و ایگور پوستونسکی. شایدم تو خط اگه مجبور بشه ترابی هم بازی بده. اما وینگر تراکتور در سمت راست میتونه که از هاشم نژاد و مهرداد محمدی باشه که از همین تیم استقلال به تیم تراکتور پیوسته و میتونه تو سمت چپ از ترابی یا از بازیکن‌های دیگه‌اش مثل امیرحسین حسین‌زاده هم بهره ببره. اگه قرار باشه از 2 تا مهاجم استفاده کنه، اون 2 تا مهاجم همیشه دیده شده که امیرحسین حسین‌زاده و دوماگوی دروژک بوده. اما اگه قرار باشه از یک مهاجم استفاده کنه، امیرحسین حسین‌زاده در سمت چپ وینگر خواهد شد و در مهاجم مرکزی دوماگوی دروژک خواهد بود. نام چند تا بازیکن کلیدی و تاثیرگذار دو تیم هم میگم. استقلال چند تا خرید خوب داشته، از آسانی بگیر تا آقاسی. آسانی به این بازی نخواهد رسید، ولی آقاسی تو این بازی هست.
آقاسی یکی از مهره‌های خوبیه که استقلال امسال به خاطر رقم قرارداد بالا تونست از تراکتور جذب کنه. اونا میتونن از این دفاع به خوبی استفاده کنن و خط دفاعشون رو مثل دیوار ببندن. اما از خریدای دیگه این تیم میشه به سعید سرخیزان اشاره کرد. بازیکن اردبیلی تیم استقلال که میتونه نقطه تاثیرگذاری این تیم رو خیلی بالا ببره. از سمت دیگه آنتونی آدان دروازه‌بان سابق اما 1 سال تعطیل این تیم میتونه خیلی خوب تو پای بازیکن تراکتور رو دفع کنه. اما در سمت دیگه بازیکن کلیدی تراکتور ترابی وای ترابی چه بازیکنیه این ترابی. تو زمانی که تو پرسپولیس بود بهترین بازی‌ها رو ازش دیدیم، زمانی که تو تراکتور بود به عنوان بهترین اسیست یا همان بهترین پاسور شناخته شد تو لیگ برتر ایران ترابی. اما دوماگوی دراژک میتونه از کوچکترین اشتباهات بازیکنان استقلال توی دفاع بهره ببره. تیبور هلیلوویچ، دیگر هافبک و اودیلجان خامروبکوف، این دو تا هافبک هم میتونه خیلی به تراکتور امروز کمک کنه. سدلار دفاع لالیگای تیم تراکتور و حتی دانیال اسماعیل فر میتونن نتیجه بازی رو عوض کنن. غایب‌های مهم دو تیم ماشاریپوف و شارماتوف از تیم استقلال، بازیکنان ازبکستانی انگار زیر پایشون خار هست و دائما مصدوم میشن، از دوستانوروف بگید تا ماشاریپوف. اما بازیکن مهم تیم تراکتور که امروز غایب هستش آلوزی که در یک قرارداد جنجالی به سپاهان پیوسته، امروز کارتش واسه تراکتور صادر شده. اگه آلوز امروز بازی کنه نصف کار واسه تراکتور حله، ولی اگه بازی نکنه تراکتور باید به دعا متوسل بشن. این نقطه نظر منه. نقاط قوت و ضعف هر تیم. نقطه قوت استقلال تو بازیکن‌های بلند قامتشونه، اونا میتونن حتی از شوت‌ها از رادونم استفاده کنن، اما نقطه ضعفشون تو کنارهاست. استقلالی‌ها از کنارها انگار سوراخ دارن، ولی تراکتور از روی ضد حملات میتونه از این سوراخ عبور کنه و گل بزنه. و نقطه ضعف دیگر این تیم بازیکناشون هماهنگ نیستن. بازیکن جدید خیلی زیاد داره استقلال و هنوز به اون هماهنگی کامل نرسیدن. نقطه قوت تراکتور کنارها دست ترابی و مهداد محمدی و هافبک های این تیم تیبور هلیلوویچ، اودیلجان خامروبکوف امروز نقطه قوت های تیم تراکتور هستن. تراکتور میتونه از راه دور و با سانترهای خوب و با ضد حملاتی که امیرحسین زاده و دوماگوی دراژک بر عهده دارن میتونه کمر استقلال رو بشکنه. اما نقطه ضعف این تیم کوتاه قد بودن این تیمه. استقلال میتونه روی توپ‌های بلند حرف زیادی واسه گفتن داشته باشه و حتی دروازه تراکتور رو با خطر جدی مقابله کنه. خب اما پیشبینی خود من از این بازی، یا بازی نزدیک پر از هیجان که احتمالاً تا دقیقه 85 مساویه، اما آخرش تراکتور یا میتونه با یه ضد حمله خوب بازی رو تموم کنه، یا اگه به وقتای طرف شده کشیده شد تو این وقت این کار انجام بده. البته میتونه یه کارت قرمز بگیره که از بازیکن‌های تراکتور، مثلا شجاع خلیلزاده دفاع خاطی این تیم وای چقدر خطا میکنه، اما خطاهای مهم، تکلای مهم هم داشته. اگه از اون تکلای مهم داشته باشه امیدوارم امروز تراکتور بتونه بازی رو ببره. شاید هم دروازه‌بان استقلال آنتونی آدان امروز بازی رو واسه استقلال در آورد. نظر شما چیه؟ حالا نوبت شماست. تو کامنت ها بهم بگو فکر میکنی کی قهرمان میشه، تراکتور یا استقلال؟ اگه هم فکر میکنی بازی مساوی میشه و باید پنالتی بزنن اونم پیش بینی کن. یادت نره ویدیو رو لایک کنی و کانال رو سابسکرایب تا کلی ویدیو فوتبالی جذاب‌تر برات بیارم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودی و تا فردا با ویدیو بعد از بازی میبینمت.